ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 17 را از سلسله خوانشی بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. تختمیشخان به تخت سلطنت سولت آراسته می نشست. سپه سالار آن علمای و فضلای و حکما در قبولگاه از دو طرف صف کشیده می ایستادند. وزیر دربار وارد قبولگاه شد. وی به حاضران سرخم نموده سلام داد. به نزد خان آمده برای تأخیر کردنش عذر پرسید. او فرمایید می خواستم اسیر را بیاورم، نابکاران گریزانده اند. فرمان دادم که کدام پاسبان گریزانده باشد پیدا کرده اینجا حاضر کنند. کاری خوب کرده اید، بنشینید. وزیر از طرف چپ خان به کرسی نشست. در طرف راست کرسی ملیکه خالی بود. قاصد خان از در آمده خبر داد که اسیر را آورده اند. وزیر دربار از جایش پریده خیست. خان امر کرد که بنشیند و دست به پیش برداشت. گویید اینجا بیارند. قاصد فرمان خان را به آواز بلند تکرار کرد. اسیر را به زیر تخت خان آوردند. اسیر سری دوزانو نشسته به خان تعظیم کرد. دو تن از سپاهیان مسلح از قفایش می ایستادند. سر و لباسشان به آن دلالت می کرد که آنها منصبداران نظامی اند. اسیر از سر کتف تا به میان ریسمان پیچ باشد هم زخمهای سر و رویش اندکی صحت یافته کرخش بسته بودند. کنی گپ زن، کجا روانه بودی؟ به کی خبر می بردی؟ پرسید خان و به مرد ذهن مانده نگریست که او را باز استنطاق کردند یا نه. مرد به اهل دربار یک نظر دواند. خان از این رفتار اسیر به تشویش افتاده به سؤال یکم جواب نگرفته باز پرسید. کرا می جویی؟ از اهل دربار با کسی شناسایی داری؟ از این سؤال ناگهانی و رفتار اسیر درباریان بی‌ضابطه شده به یکدیگر با شبهه نگریستند. دل خان از پریشانی حاشیه نشینانش به اضطراب افتاد. خلعت زرین را از سر کتف هوا داد و از جای برخیست. خوش، از اینها کی به تو شناس؟ گپ زن. خان قدم می برداشت و به چشم هر کدام با دقت نگاه کرده می خواست بداند که او در چه اندیشه است. از نگاه چشمان کبود برق پاش خان شراره غضب می پرید. هر کس به این نگاه تاب آورده نمی توانست. بسیار کسان سر پایین می افکندند. بعضی ها رنگ رویشان پریده، اوضاعشان بیجا می شد. خود را ناراحت دیده به جنبش می آمدند. بعضی دیگر دست به سر سینه نهاده به خان تبسم بی‌زیب می کردند یا خود من از کجا دانم گویان کتف در هم می کشیدند. خان همه را دور زد و به نزد بندی ریسمان پیچ آمد. به سؤالهای من پاسخ ندادی. بدان که خاموشی تو جزای تو را سبک نمی کند. خان بزرگ بیخواست به آواز گفت بندی. از دست وزیر من به قتل حکم شده ام. کدام وزیر؟ حیران شده پرسید خان. بندی به سوی وزیر دربار نظر انداخت و سر به جانب او جنبانده نشان داد که او حکم مرا اعلان کرد. تختمیشخان آتشین شد. زود به نزد وزیر رفته بپرسید به وی کی حکم قتل اعلان کرد؟
کی حق دارد به حکم برآوردن؟ گویا باری گران از دوش اهل دربار افتاد. حاضران سبک نفس کشیدند. وزیر دست به پیش گرفت، به خان تعظیم نمود و عرض کرد که بنده گناهکارم. در قلمروی که به تصرف شماست کسی حقوق ندارد به بنده حکم قتل اعلان کند. من تنها با نیت ترساندن این روی سیاه به عنوان او حکم قتل خواندم و امید داشتم که به خیانتکاری اش اقرار می کند. وزیر چند قدم پیش گذاشت و رو به درباریان آورده با آواز بلند یادآور شد که باری عرض کرده بودید که در قلمرو شما برای خیانت حکم قتل است و هیچ کس به بخشش چنین گناه سخت امید نبندد. از آن امر شما شیردل شدم که به این مرد امر بردار حکم قتل اعلان کنم. امیدوارم خودسری بنده را عفو می نمایید خان بزرگم. وزیر سری دو زانو به پیش پای خان در افتاد. بخیزید امر نمود خان. تفسیر خیانت را به ارباب دولت مفصل نقل بکنید. شما امر مرا یادآور شدید، اما امر دیگری مرا نیز فراموش نکنید که برای دروغ هم من جزای قتل مقرر کردم. وزیر به چشم گویان به پای خیست و نقل نمود که این مرد همسفری کاروان شده به سمرقند به امیر تیمور نامه می برد. شخص حالدان از این به وزیر خبر داده است. فوراً از پی کاروان دسته سپاهی فرستادم، او را سری وقت دستگیر کرده آوردند. وزیر سخن می گفت و چشم از چهره خان نمی کند. به هر یک تغییرات سیمای او دقت می داد و آماده بود که به هر سؤال خان موافق طلب پاسخ دهد. خان برابری شنیدن دسته سپاهی طبعش خیره شد. دسته گفتید آن از چند نفر عبارت بود؟ 2 یا 3 نفر، روشن کنید. به سرداری پاسبان ها فرمان دادم، اما او چند نفر نوکر فرستاد، نشمرده ام و نپرسیده ام. دوام دهید. وزیر نفسی سبکتر گرفته از بغل کاغذ پیچی را برآورد و بالای سر برداشته با تنتنه سخنش را ادامه داد. انا این نامه خیانتکاران، آنها به زیر مکتوب صبح امید گفته امضای مستعار گذاشتند. خطی کیست مقرر کردید؟ خان بزرگ، اگر راضی شوید به اشراف رخصت بدهید، از پی خدمت بروند. هر دو در تنهایی این معما را بکشاییم. صبر کنید. با شتاب از در پس تخت ملکه برآمد. درباریان مات و مبهوت شدند. خان بزرگ، این معما را ما و شما تنی تنها می کشاییم. کلید معما به دست من است. نامه را برداشته وزیر باری دیگر به همه نمایش داد. خطا می کنید. آن کلید به دست من. ملکه کاغذ پیچ را نشان داد. در دست شما نسخه اصل نه، بلکه روی نویس این نامه است. خط از همدیگر فرق کلی دارد. راست گفتید وزیر، اما چشمتان خیره شده است. شما به خان نسخه اصل را داده به خود نسخه روی نویس شده را نگاه داشته اید. به نسخه یک چشم دوانده بینید. وزیر نامه‌ای در دستش بوده را با دقت از نظر گذراند و باور حاصل کرد که این نسخه روی نویس شده است. عذر پرسید و خاموش ماند. خان به همگان از جمله به وزیر رخصت داد که تخت خانه را ترک کنند. به سپاهیانی که
در درآمدگاه می ایستادند امر نمود که در را بپوشند، بیرون برآمده هیچ کس را در آمدن نمانند. به زندان یگان کس به نزد تو آمده بود؟ پرسید ملیکه از بندی. 2 بار وزیر آمده بود، هر 2 بار هم شبانه آمد. از وی دیگر هیچ چیز پرسیدن نمی خواهید؟ مراجعت نمود ملیکه به خان. خان 2 طرفه سر جنبانده جوابی رد داد. وی غرق خیال و اندیشه بود و به دلش شبهه راه می یافت. از غلیان و جولان فکر چهره اش دم به دم دگرگون می شد. پیوسته راه می گشت و بعضاً باز می ایستاد و به یک نقطه چشم می دوخت. چیزی را از لوح خاطر باز می آورد. ملیکه زنگولچه زده سردار پاسبانها را دعوت کرد که آمده اسیر را برد. نامه های اهل سلطنت را از نظر گذرانیدم. خبر داد هوسگل و خان را از بحر خیالات بیرون آورد. به چنین خلاصه آمدم که نامه به خط شخص بیرون از دربار منسوب است، اما اسلوب عباره پردازی از اشخاص صاحب مرتبه اعتمادناک است. چه عجب، گپ زن. از راستی به گفتن جرأت نمی کنم. محبوبه عزیز، سخن درباره نه تنها من بلکه حیات و ممات رعیت ما، آینده دولت ما می رود. من دفعه گذشته باج و خراج از حد زیاد را به عهده گرفتم و تیمور را راضی نمودم که ملک را خراب نکند، از خونریزی دست کشد. با ثروت بی حساب برآورده گسیل کردم. اگر او باز آید به هیچ وجه به صلح و صلاح راضی نمی شود و از روی عادت خیش ملک را تله و تاراج می کند. خون 1000 اندر 1000 را می ریزد. به هیچ اندیشه به چه خلاصه آمدید بگویید. اگر سهو کرده باشم ببخشید. نامه را وزیری دربار نویسانده است. نه، در حقیقت سهو کردی. اگر او نامه می فرستاد قاصد را دستگیر نمی کرد. شاید حق به جانب شماست. به گمانم اصل نامه به امیر تیمور ارسال شده است. ما شخصی را دستگیر کردیم که در دست نسخه دیگر داشت. این همه برای فریب ما، برای چشم بندی ما ساخته شده است. برای اثبات فکرت چی دلیل داری؟ وزیر قریب در هر سخنش کلمه های نمیگذارند، نمیگذارید را تکرار می کند. در نامه هم عباره های من نمیگذارم که از این اسرار آنها آگاه شوند، به تأخیر نگذارید، هنگام آمدن نگذارند که شخصی از شهر بیرون رود و غیره هست که همه به فکر بیان کنی های وزیر منسوب است. این تخمینت به حقیقت نزدیک می باشد. چیزی به یادش رسید و مشت به کف زد. چشمانش کلان کشاده شدند و خان بانگ زد. دربان، سردارت را فریاد کن. سردار پاسبانها تازان از در آمد. دیشب در زندان کی پاسبان بود؟ پاسبان بسیار بود. از هر شبه دیده بسیارتر بود. وزیر با چه کار آمد؟ خواست با اسیر یک به یک صحبت کند. دری حجره زندان قلف بود. از پس پنجره گفتگو کرد. سخن آنها را تو شنیدی؟ نه خانی بزرگ، من آن وقت در محبس نبودم. چرا نبودی؟ وزیر با یک ضرورت به محبس نوکران فرستاد. آن چی ضرورت بود؟ نمیدانم. مطلب در کاغذ افاده شده بود.
نامه را برده به دست نوکری کله‌بر دادم. برو، سپه سالار را نزد من بفریست. به چشم. خم و راست شده تعظیم کنان برآمده رفت. ملیکه: خوف و خطر از چشم داشت ما بیشتر است. در داخل سلطنت خیانت رواج گرفته است. سپه سالار در آمده دست روی دل نهاده به فرمان خان منتظر ایستاد. پیشتر بیا. خود حاضر رفته سردار پاسبانهای دربار، سردار پاسبانهای زندان را به زندان می اندازی. با جان دل کله‌بر و دسته جزادهی او را از چشم مردم دور انداز. کاری کن که کجا شدن آنها را کسی نداند. با جان و دل الان همینش کفایه. پاسبانهای دربار را به زیر نظارت خود میگیری. به زندان ناظر نو تعیین میکنی. پاسبانهای حرم ملیکه از آدمان تو هستند؟ بلی خانی بزرگ. هر سری وقت آنها را از نظر گذران که به غفلت نمانند. با جان و دل هر واقعه روی دهد مرا زود آگاه بکن. چی روز و چی شب فرق ندارد. میگویند که در شهر آدمان بیگانه پیدا شده اند. خبر داد ملیکه. تو به این چی میگویی؟ این راست است. خودم با 10 نفر واخورده ام. خوب میشد که چندی از آنها را پنهانی دستگیر میکردید. با جان و دل برو، تأخیر مکن. فرمایشات مرا زود به انجام رسان. سپه سالار با شتاب به در رفت. ملیکه: خواجه کمال را به باغ کشک خود آوردی؟ حالا نه. برو شتاب کن که دیر می شود. ما بی‌پروایی کردیم. حالا هم سری وقت پیش بدبختی را گرفتن ممکن. ملیکه به در رفت. خان تنی تنها ماند. به یک نقطه دورادور چشم دوخته خود به خود محاکمه میراند. به گمانم مار خیانت به گرد ما حلقه زده است. نیشتر تیز می کند. فرصت می پاید که زهر بزند. نه، من آن را زیر پا می گیرم و سرکوب می کنم. حاکم دولت، خواه پادشاه و امیر، خواه سلطان و خان که به عیش و عشرت داده شد، به مثال درخت شلم بسته تنه اش شیردار می شود. هر گونه حشرات به بدنش می چسبد. آهسته آهسته شیره آن را می مکد. چون به زیر پوست جای گرفت خود را حاکم مطلق می پندارد و نیش به بنیاد صاحب مرحمت می زند. ریشه به درد آید و تنه و شاخ بلرزد. عیش تلخ می شود. تنها بعد از همین به جستن خائن می کوشد که دیگر کار از کار گذشته است. در دولتی که حاکم از خواب غفلت بعد از پیشین بیدار می شود، خائن لجام حاکمیت را به دست می گیرد و قدرت و توانایی دولت را به مقابل صاحب ملک روانه می کند. تختمیش با چنین حالت گرفتار بود. سلطنت آلتن ارده قریب 3 سال می شد که 2 حکمران داشت و این حال حتی به گوش خلق رسیده بود. وزیر از نام خان بزرگ عمل می کرد. امر و فرمان می برآورد. کسانی نافرمان را جزا می داد. در عین زمان مقربان و هم مسلکانش را به خان معقولدار نموده به سری دسترخوان عشرت با خان بزرگ هم نشین می ساخت. آنها در بزمها به گوش خان کرنی می نواختند که بزرگواریش در رعیت پروری او می باشد و از این رو وی مغلوب ناپذیر است. هر فردی که دوستانی بیشمار و جان فدا دارد تا ابد به وی آفت نمی رسد، ولی در اصل
کرمهای آفت و وبای خونریزی، کی ها بود که با مدد دوستانی بزم و طرب، با یاری شخص اولی دربار، به تنه درخت سلطنت جای گرفته بودند. آنها آشکارا عمل نمی کردند، می ترسیدند، زیرا اطرافیان تختمیش خان اغلب از اولاد خودش بودند. در این دولت قبیله گرایی اوج گرفته در جای اول می ایستاد. سرلشکران و سرداران دسته های قوشون نیز از قیپچاقی های قوم خان بودند. وزیر که اندیشه شب و روزش تخت زرین بود و با همین نیت تکاپو می کرد و سر به هر جانب می زد، نهایت مجبور شد با نامه به امیر تیمور مراجعت نماید و بگوید که بنیاد دولت تختمیش پایدار نیست. ما در آرزوی آنیم که شما به ملک پای گذارید و ما دولت را از پای افکنیم. کلید سلطنت را با دو دست ادب به شما بسپاریم. هر که را لازم دانید صاحب ملک تعیین کنید، زیرا امر شما حکم خداوند است. در شهر سرای رفت و آمد کاروانهای پربار در 3-4 ماه آخر اوج گرفته بود. مردم به سودای بازار تفسان جمع آمد تاجران رغبت پیدا کردند. تاجران با خدمت پیشه های بازار و کاروانسرای، با دکاندار و علاف و بزازها خیلی نزدیک و مهربان می شدند. به نظر چنین می رسید که آنها همگان مکتب سخاوتمندی را ختم نموده برای سنجش دانش محض به شهر سرای آمده اند. بعضی از آنها به حامیان ترتیب شهر خدمتی های قیمت بها می بخشیدند، یار و الفت شده باده و شراب می نوشیدند. پیرمردان حالدان و سیردان به تشویش افتاده می گفتند که این نسیم فارم و راحت افزای اجنبی را سموم از پی خود می آرد. حاکم شهر یکی از دوستان و از خویش و اقربای وزیر دربار و همنشین خان بود. خان هر بار به صید ماهی رود با وی می رفت و از گفتش شکار برار می گرفت. مردم کار دیده با نیت پیشگیری بدبختی به قبولش می رفتند، اما حاکم به آنها تنبیه می داد و سرزنش می نمود. شما همه بزدل هستید، از اولاد قیپچاق نیستید. از یاد نبرارید که در وقتش تیمور با ما سازش نمود و هجوم نکرد. وی خوب می دانست که شکست می خورد. آوازه بردروغ پهن کرده آش مردم را به تنشان زهر نکنید. رعیت قلمرو می دانست که امیر تیمور بی سبب به دربند نآمده است. اصلی مقصدش سر به پای شناندن تختمیش خان می باشد. از این خصوص سرتاسر ملک آلتین ارده حرف می زدند. این آوازه ها به خان گوشرس شده بود. سپه سالار پیش از صبحدم به قصر شاه آمد. تختمیش را از خواب بیدار کناند. 2 نفر مسافری شبهناک به دست افتادند. نوکرها خواستند رشته جانش را از آلت تناسل بکشند. هر دو چنان داد زدند که گوشم تا به حال جرنگاس می زند. از حال رفتند. آب پاشیدند. یکی از آنها به خود آمده اقرار کرد که امیر تیمور به دربند با قصد به سرای یورش کردن آمده است. خوب کردی که بر وقت آمدی. کنیز ملیکه خبر آورده است که امشب در کشک وزیر مهمانهای بسیار جمع آمده اند که اکثر اجنبی اند. پاسبانهای وزیر چند مراتبه به اطراف کشک ملیکه پیدا شده سنجیده اند که راه درآمد در زیر نظارت است یا نه. ملیکه دیروز از من 4 نفر مرد جنگی پرسید. اول به دادن راضی نشدم.
ایستادگری کرد. نهایت طلبش را اجرا کردم. اکنون خرسندم که کاری ثواب کردم. تو برو، لشکرکشان را به نظام بیار، اهل بیت را از شهر برار. اولا خدا نخواهد اگر مغلوب شویم و اسیر افتیم، تیمور ذات و ذریات ما را ریشه‌کن می کند. این اسلوب ضبطکاری را در بسیار ممالک به کار برده است. امشب زوجه و ولیعهدم را به نزد پدر و مادرش به قبیله اش فرستادم. خدا مددگارت باد. پگاه به عرض سلام به دربار آمدنت شرط نیست. به ارکان حرب نیز بگو نآیند. همه اشان را سفربر بکن که به پیشگیری هجوم ناگهانی آماده باشند. امروز روشن شد که جنگ با تیمور پیش آمدی ماست. آنچه روز و چی ساعت است ما و تو نمی دانیم. از قلندر مشربان چند نفر را به دربند بفرست که از نقشه های تیمور آگاه شوند و هر معلوماتی که به دست درآورند به ما بیارند. بدان که هر قدمی ما و تو زیر نظارت است. چنان عمل بکن که از راه و رویش تو مور هم با خبر نشود. به جان و دل. واقعا از روی شنید من چند لشکرکش از فرمان برداری سر پیچیدند. آن سرها حالیا در سر کتف نیستند. خوب کردی. پیش از آن که سر به پیش دشمن فرود آورند، آن به که سر به مزار بگذارند. خانی بزرگ، اگر اذن بدهید مهمانهای وزیر را دستگیر کنیم. خوب می بود، اما گروهی معین سر می بردارند، نظام می خیزد و در قلمرو جنگ و جدال سر می زند که همه این برای دشمن عین مدعا می شود. وزیر مرا امشب به ضیافت دعوت کرده است خانی بزرگ. رد نکن. اولی شب برای عزتش برو، عذر بخواه. پیش از جمع شدن مهمانان درگاهش را ترک بکن. ولی از آدمان خودی باید که به آنجا کسی باشد. به جان و دل این خیل آدم هست. گاهی واقعه ها به یکدیگر مانند می شوند. اگرچه این مانندی نظر فریب است، چنین می توان انگاشت که سران دولت در عملیات خیش به همدیگر تقلید می کنند. در اصل این طور نیست. ولی منطق جهد و جدلهای آنان از یک چشم آب می خورد که آن ضبطکاری و تاخت و تاراج است. هدف این همه جد و جهدها غالب آمدن بر دشمن است. امیر تیمور به اشخاص چشم دید و خدمتگزاران گوش شنید امر نمود که مسافران از سرای آمده را به زیر نظارت بگیرند. اگر باور حاصل کنند که نفری برای جمع کردن اخبار آمده است، دستگیر بکنند و استنطاق برند از اسرار سرای و از سلطنت تختمیش هرچی می داند از معینه اش کنده گیرند. خبرچینهای کاروان سرای و بازار بسیار کوشیدند ولی شخص شبهناک به دست نافتاد. آوازه شکست ناپذیری صاحب قران به ممالک دور و نزدیک رسیده بود و مردم خوب می دانستند که وی در جزادهی به دشمنش از یگان اصول جانستانی روی نمی تابد. طرز و اصولهای ستمکاری اختراع کرده بود که دلها را به دهشت می انداخت. با وجود این همه اشخاص پیدا شدند که برای شکست خوردن امیر تیمور به حریف او دست مدد دراز می کردند. گروه 5 نفری قلندرهای خوارزمی 2 هفته می شد که به بازار و کاروانسرای و میدانهای سیر آدم شهر دربند آزاد می گشتند. آنها از خصوص طاعت و عبادت
اعتقاد به دین اسلام، اطاعت به فرموده خداوند، قطعه و قصیده ها می خواندند. به هنگام آمین و دعا انسان را به عدل و انصاف، به صلح و صلاح دعوت می کردند. امیر تیمور از این وعظ و قرائت ها ناخوش می شد و امر نمود که قلندرها را برآورده گسیل کنند. امیر را یروش آتین ارده در پیش بود. هنگامی که قلندران را پیشانداز کرده می بردند، پیرمردی عصابه دست از بین ازدحام فریاد زد: های خدا بی خبرها، این بندگان صادق خداوند را پیشانداز نبرید که خود پیشانداز مرگ می شوید. آنها را آزاد کنید وگرنه به نزد امیر تیمور می روم و او شما را امان نمی دهد. این زمان امیر تیمور از ایوان بالاخانه قصر شهر را تماشا می کرد. او به نوکری که زیر ایوان می ایستاد فرمان داد قلندری مداح را به نزدش بیارند. قلندر دیوانه اوضاع بود. قیافه‌اش بد هیبت، چشمانش شراره‌بار، ابروانش پیوسته با هم و سیرموی بود. وی شخصانی دیوانه مانند افسانوی را به یاد می آورد. به بالاکاریش دستانی دراز دراز پرپشم، قدی بلند، کله کلانی موهایش پریشان داشت. وقتی نعت می خواند گردنش را به مثل قاز یازانده آوازی بلندی جرنگاسی می برآورد. بیت ها را برای فهما تلفظ می کرد. این هنری نعت خوانی و مداحی قلندر به امیر تیمور خوش آمد. به شخصیت او مراق ظاهر نمود. قلندر به ایوان قصر برآمده به پیش امیر سر فرود آورد و عرض نمود: امیری صاحب قران فاتح، ما قلندرانیم، واصفان خداوند کریم هستیم. بعد کوفتی راهی بیابان چند وقت راحت و فراغت خواستیم. شهرگردی ما به سپاهیان معقول نه افتاد، کفش ما را پیش گذاشتند. فرمان صاحبان ملک برای ما بندگان واجب است. اذن بده امیرم که برویم. از کجا می آیید؟ از ملک سرای. آنجا چه گپ‌های تازه شنیدید؟ امیر عالم شمول، مردم به استقبال شما آماده اند. مرا استقبال می کنند؟ من همین طور شنیدم، اما چه نوع استقبال می گیرند برای من معلوم نیست. امیر تیمور روی ایوان قدم برداشته به اندیشه رفت. سر به جانب قلندر برداشت. روی ترش نمود و پرسید که در یگان برج برای پذیرایی من شهنشین می سازند یا نه؟ ندیدم. همین قدرش را می دانم که مردم سیر تردد شده اند. امیر دست بالا برداشت. پیش خدمت با همیان دوان آمد. آن را روی کف نهاده، سر به زمین انداخته، دست چپ در سر سینه به حرکت ایستاد. تیمور همیان را گرفته به سوی قلندر هوا داد. قلندر آن را با چالاکی داشته گرفت. سیر تردد شدن میگویی؟ تو میتوانی باز به سرای برگردی؟ ای امیر نصرت پناه، من بنده خداوندم. همسفران من این چنین، کجا شب می شود و کجا روز برای ما هیچ فرق ندارد. ما می دانیم که در پناه الله تعالی هستیم. تو که در این سرزمین سایه خداوند می باشی، بر رعیت هرچی می خواهی بفرما. برو در میدان و بازارها در حق ما حمد و ثنا بخوان و اعلان نما که ما یورش را قطع نموده به سمرقند برمی گردیم. به چشم تعظیم نمود قلندر و جسورانه قدم پرتافته
از ایوان پایین رفت. قلندران از شهر بدر شده ده به ده گشته به سوی سرای راه گرفتند. به یک روستای زیبا منظر رسیده به کنار چشمه زیر چنار نشستند. دسترخوان گشادند و در نیت تناول بودند که دو سوار از پیش آمد. هر دو در لباس نظامی خاص لشکری امیر تیمور بود. به کجا روانه اید؟ پرسید مرد کلانسال. به سرای با سپارش امیر تیمور عالم پناه، پاسخ داد سرنقش خان. با سپارش امیر تیمور؟ با تعجب پرسید نوکری جوان. بگو که او چی سپارش داد؟ به مردم سرای برسانیم که صاحب قران به سمرقند برمی گردد. این خوابت را به آب گوی، زود باشید. هیبت نمود مرد کلانسال. به گمان شما ما اینجا به شکار خرگوش آمده ایم. دسترخوان را غون دارید، امر نمود نوکری جوان. قلندرها را پیش انداز کرده به 4 دیواری بردند که 70-80 نفر مرد مسلح اسب زین می کردند. دسته براه افتاد و قلندرها پیشا پیش سپاهیان دوان می رفتند. تقریباً 1 فرسنگ راه پیموده بودند که از پیش 4 نفر سواره ها برآمدند که 2 مرد دست بسته را به اسب شنانده می آوردند. یکی به سردار دسته سپاهیان سلام داده عرض کرد: این هر دو راه کاروان را ترک نموده با بیراهه می رفتند. در دامن تل بری رود دستگیر کردیم. پیش آرید. بندیان را از اسب فراورده به نزد قلندرها آوردند. چی یک دیگر را نشناختید مگر؟ پرسید سرداری دسته. در کاروان سرای پس حمام شب زنده‌داری کرده بودید، در یاد ندارید مگر؟ هر دو جان کاهانده عمل میکنید که به تختمیش خبری ببرید. فرقش در آن است که شما قلندر را با دسته قمچین از منحش برداشت. خبری خوشی بر دروغ میبرید. تو باشی یکی از دست بسته را با تازیانه زد. معلومات میبری که امیر تیمور با چی مقدار لشکر به سر سرای می آید. انا دیدید تمام سر و اسرار شما چو آینه به ما روشن است. پس خود بگویید که شما به چی جزا سزاوارید؟ ای مرد دست بالا، به بندگان خداوند ظلم را روا مدار، خود به بلای خدا گرفتار می شوی. خود بدان که ما با سپارش امیر تیمور به سرای روانه ایم. اگر امیر بداند که به ما مانع شدی گناهت را نمی بخشد. راست می گویی. اما برای حاصل شدن آرزوی تو ما هر دو باید که با امیر بازدید به عمل آوریم. این تنها روز میسر می شود که دولت تختمیش از پای افتد. سرای و اهل آن به پیش قدم صاحب قران سر پست افکند. شما باید حتما این را ببینید. محض برای نشان دادن چنین تنتنه شما با ما می روید. می بینم که تو از خدا نمی ترسی. ما باید که از تو بترسیم. در آن صورت ما هر دو از همدیگر باید بترسیم. می دانم که تو هم از خدا بی خبران هستی، برای نقاب قلندری کشیده عمل می کنی. اگر ما را پوست کنند، پوستی هر دویمان را به یک چرمگری می برند. 2 بندی و قلندران نمی دانستند که وقتی برآمدنشان از سرای آدمان وزیر از پی آنها افتاده بودند و در این باره آمده به سرکرده های امیر تیمور خبر دادند. با 100 دلیل برهان نه قلندران نه بندیان به فرستاده تختمیش خان بودن خیش اقرار نکردند. حتی به گردن نگرفتند که آنها در کاروان سرای با هم واخوردند. قلندران به ایست
در شأن صاحب قران مداحی می کردند، به خداوند التجا می نمودند که مشکل آنها را آسان کند. سپاهیان گوش به کری انداخته آنها را پیش انداز کرده می بردند. هر دیه را پسی سر کنند با دسته نوی 120 نفری سپاهیان امیر تیمور دچار می آمدند که پراکنده شده به طور مخفی به جانب سرای راه می کشیدند. بندیان و قلندران دسته های نو به نو را دیده دلشان به درد می آمد و غم می خوردند که آنها را با خود به سرای می برند. هرگاه که گروهی تازه از پیش راه می برآمد، سرداری دسته به جانب اسیران نظر می انداخت و سر جنبانده می خواست بگوید که دیدید ما چطور عمل می کنیم، این حالا ابتدای کار است، انتهایش را در ملک خودتان می بینید. جویندگان اسرار حالت حربی و جنگی تختمیش خان نه تنها به دست افتادگان بودند، بلکه باز چند گروهی دیگر وجود داشت که به مقصد نائل شده با اخبار مفصل برگشتند. 5 شبانه روز می شد که مردم شهر سرای پیش آمد ناخوشی را در انتظار بودند و به این آمادگی می دیدند. بسیار کسان حولی جای را به مردان جنگی گذاشته خود به دیهات اطراف فرار کردند. بعضی ها با اهل بیت به شهرهای دیگر رفتند. وزیر از این چاره های پیشکی خیلی در تشویش افتاده بود، اما از ترس به خان یگان بار دهان نمی گشاد. او همیشه در خوف بود که امروز یا فردا ممکن است او را بند کنند. سپهسالار پیوسته تدبیر می جست تا خیانتکاری وزیر را آشکار سازد، ولی کوشش های او همیشه بی نتیجه می ماند. وزیر به مثل مار به زیر تخت خان دام می گذاشت، پای از اندازه خیش بیرون نمی نهاد، چنان با احتیاط کار می کرد که در دل خان به خیانتکار بودن او شبهه پیدا شد. او گاه گاهی به اندیشه می رفت که هوسگل خیانتکار نیست مگر؟ با خواجه کمال زبان یک کرده یا به امیر تیمور آنها دعوتنامه نوشتند مگر؟ خان از بیخوابی، از خیال و اندیشه های بسیار دیگر به عیش و عشرت میل و هوسش نماند. خورد و خوراکش نیز کم شد و بیشتر تنی تنها می نشست. پیش آمدش را در سخن سپهسالار می سنجید. وی هر دایم تلقین می نمود که حاجت به وهم و واهمه نیست. لشکر از هر وقت دیده توانا و جرار است. آلتین ارده این دفعه نیز به تیمور سر خم نمی کند. شما گفتاری 17 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.